إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم رحمه الله. حضار گرامی، برادران نهایت عزیز، در سلسله جمعه های گذشته که در مورد فتنه ها گپ زده بودیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشدار داده بود قبل از اینکه فتنه ها بیاید یکی پی دیگر انسان مبادرت به اعمال صالح بزنه، به خاطر که فتنه ها سبب هلاکت انسان، سبب انحراف انسان میشه. از جمله فتنه ها اول فتنه غربت بود، ناشنا بودن مسائل دین، نه تنها احکام جزئی دین بلکه به طور عموم خود دین اسلام هم پیش مردم غریب و ناشنا می باشه. ما و شما در این روزهای جدید یا در این روزهایی که قبلا سپری کردیم به چشم سر مشاهده کردیم، آیا ما به او کتابی که الله سبحانه و تعالی روان کرده عقیده داریم و با آن چیزی که در او کتاب برای ما تذکر داده عقیده داریم، باور داریم؟ اگر گپ به می قسم باشه و یکی از جمله ارکان ایمان امی است، رکن ایمان وقتی تکمیل میشه که انسان به کتابای الله سبحانه و تعالی عقیده داشته باشه. بالای کتابای غیر از قرآن کریم ایمان اجمالی است، تفصیل او کتابا برای ما توضیحات داده نشده، جدا جدا مسائل برای ما بیان نشده، اما ما به طریق اجمال عقیده داریم که آن چیزی که از جانب الله سبحانه و تعالی بالای هر پیغمبری که آمده تمام مضامین کتابات درست بوده، واقعیت بوده، حق بوده، سبب هدایت مردم بوده، ما سرش ایمان و باور داریم. اما چی جزئیاتی بوده؟ جزئیات برای ما بیان نشده. اما سر کتاب قرآن کریم که کتاب خودی ماست، ایمان ما ایمان تفصیلی هست، یک جدا جدا حکم قرآن کریم مورد باور و تصدیق ما باید باشه. اگر از حکم جزئی قرآن کریم کسی منکر شود او کافر میشه. ما بارها در ابتدای دوره های تفسیری را بیان کردیم. قرآن کریم شکار مباح گفته و اذا حللتم فاصطادوا، امر کرده الله که شما شکار بکنه، مباح است براتون. الله برای ما رزق مقرر کرده، یک انسان بخیزه بگویه که نه ما اینمی حکم قبول ندارم که مباح باشه، چرا یک زنده جان است، یک گنجش که خیلی کوچک او را بزنی حیاتش از بین ببری و تو را طعمی خود بسازی، این ظلم است، نعوذ بالله، ما قبول ندارم، اینی آدم کافر است. این گپا بسیار گپای خیلی دقیق و مهم است، هر کس سرش کار نمیکنه. وقتی که گپا را ما بدانیم بعد از او باز درک میکنیم که ایمان ما به چه اندازه است. مسلمان ها واقعا همینطور مؤمن باقی میمانه، یعنی که یک دفعه کلمه خوانده یا از پدر و مادر در دیار مسلمان تولد شده دیگه مسلمان است. با تاسف در طول زمانها موضوع به می منوال بوده، حتی در فکر و نظری مردم اینطور نمیگرده که اسلام نواقض داره. نواقص نه، نواقض یعنی شکننده ها داره. مثل که وضو شکننده داره، وضو داشته باشی، خواب مستغرق بری خورخور کده وقت سرت تیر شود گپای مردم درک کده نمیتونی، این وضوی تو نمیشه. نماز سرش خوانده نمیتونی، 1,000,000 نماز هم بخوانیم نه تنها که اگر قصدن بخوانی کافر میشی، تعظیم الله نمیشه. چرا؟ اسلام نام تابعداری به دین از خود تسلیم به دین میکنی. وضو شکننده داره اما اسلام ما شکننده نداره. هر معامله که انجام میدیم اگر سری قرآن تمسخر میکنیم باز مسلمان است، اگر سری سنت پیغمبر تمسخر میکنیم باز مسلمان است، اگر انکار از فرایض میکنیم باز مسلمان است، اگر نعوذ بالله تک تک احکام اسلام مورد انتقاد قرار میدیم باز میبینی مسلمان است. یک نفر
در این وقت پیدا نشد که یعنی بچه کاکای ما، یعنی بیادری ما، این بچه ماما و خاله ما در پیش روی ما اقرار کرده بود که من دین قبول ندارم، من سر از این جنازه نمیخوانم و من شاهدی میدم که این آدم بینمی عقیده بود. تالی رو گپا نشده. هر کسی که در هر عقیده بوده جنازه سرش خوانده شده. ملا صاحب انوز مدحش هم کرده، خصوصا که 5 روپیه به ملا صاحب داده باشه، اون توصیف، اون مدح. خب مشکل اینجاست که ما چرا از اسلام خود معلوماتی کافی نداریم. اسلام کدام دین است؟ آیتی که ما خواندم این الدین عند الله الاسلامی گپی عادی نیست. یک اعلانی است که کمرای مردم میده کرده، یک اعلانی است که دنیا و تمام فرقه ها و طایفه ها دیگه سر بالا کرده نمیتونه، به خاطر ازی که معتبر، قابل قبول، صاحب عزت و صاحب حیثیت فقط نظام و نظام اسلام است، دیگه هیچ نظامی ولو که یهودیت است، نصرانیت است، و به نزد الله سبحانه و تعالی برای فی الحال قابل قبول نیست. برای قومش قابل قبول بود در تاریخ و زمانش، بعد از دیگه قابل قبول باقی نمانده. از امو خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که عمر رضی الله عنه نسخه تورات آورده بود میخواند و چهره مبارک صلی الله علیه و سلم تغییر میکرد، ابو بکر رضی الله عنه به عمر رضی الله عنه میگه چی میکنی، چی میگویی؟ پیغمبر علیه السلام چهره مبارک سرخ کشته بود، خفگان خود ظاهر کرد که عجیب است در وقت موجودیت امچو دین شما باز میره نسخه های توراتی که حقیقتش معلوم نیست و برای ما پیغمبر دستور داده که لا تصدقوه ولا تکذبوه، نه تکذیبش بکنه شده میتونه مسائل حق باشه و نه تصدیقش میتونه به خاطر که تحریف شده، دست خورده شده. یگانه دینی که قطعا دست خوردی کسی نمیشه امید دین اسلام است که حافظش الله سبحانه و تعالی است. این کسی نمیتونه تغییر و تبدیل بیاره برش بیاره. لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفی. این کتابی است که هیچ نوع باطل نه از پیش رو نه از پشت سر ده هیچ وجه آمده نمیتونه. وقتی که عمر رضی الله عنه چهره مبارک پیغمبر اسلام سعی میکنه میبینه که اوه خفه شده، بعد از او عذر خواهی میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه برای چی میگه؟ برای موت میگه که بدانیم ارزش اسلامه، این دین مقام و مرتبهش بدانیم. لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. اگر موسی علیه السلام پیغمبری اولوالعزم است، مشهورترین پیغمبری که بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشترین نفوس از او می باشه در روز قیامت، اگر اون حیات باشه برش گنجایش نیست با جز از اینکه با نقش قدم ما حرکت بکنه. روش رسول الله صلی الله علیه وسلم محکم بگیره سریزی روان شوه. اما امروز روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مقابل تنظیم حیثیت نداره، در مقابل قماندان قوم حیثیت نداره، در مقابل امام مذهب حیثیت نداره، در مقابل قانون حکومت حیثیت نداره. داره. روش پیغمبر استهزا میشه، روش پیغمبر نادیده گرفته میشه، طعن و لعن گفته میشه. ما کجا؟ با کدام چیز ایمان داریم؟ یقینا با اون چیزی که قرآن برای ما گفته باور داریم. این الدین عند الله الاسلام، معززترین دین و مقبولترین دین به نزد الله اسلام است. اگر اسلام دین معزز است پس ما پیروی اسلام بکنیم، دنبال او ملحدین نرویم که اموری را اختراع کرده به نامهای مختلف و امروز ما از او کسب کرده رایستیم. ما دنبال عیدای کفار بگردیم، جشنای کفار بگردیم. اگر ما باور به قرآن دارم، باور به آیت قرآن دارم، اسلام پیشم عزیز باشه، دین اسلام عزت داشته باشه، گنجایش باقی میمانه که ما برم روزای کریسمس و روزای عید مجوس و عید نصارا را از یهود از هندوها را تجلیل کنم، تحفه بدم به مردم و را تعظیم کنم که روز خوشی است. این موضوع را باز به خاطر میگم با وصف که نوروز تیر شده، اما ملحدین و کجروها بسیار گپا را تا و بالا میکنه در صفحات اجتماعی، در رسانه های اجتماعی. یک تعداد مردم بیچاره را که معلومات کافی از حیثیت دین نداره واره فریب میده به نامهای مختلف، به بهانه‌های مختلف. دین ما اسلام است.
از اسلام واره این چیزی برای ما عزت نداره. چیزی را که اسلام وضع نکرده باشه پیش ما عزت نداره. روز دنیای کفر برای ما وضع میکنه، روزی مادر، روزی معلم. کی وضع کرده؟ این روز کی تخصیص داده که روزی فلان باشه؟ با تاسف امی مسلمانی که امی قرآن رستابیگار میخونه لاف میزنه که یک سپاره خوندیم، این مسلمان به این دین عند الله الاسلام چی داره؟ عقیده و باور داره؟ به این آیت عقیده و باور داره؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یکی از جمله دوستی همی است که تو روزی از او را تعظیم میکنی، خوش میشی، او را خوش میسازی. امروز گلا در روزای عیدای امی کفار مسلمان میره گل در دستی از او میده، تبریک برش میگه، عزت برش میده، تعظیم برش میکنه. ایمان باقی میمانه؟ چه قسم ایمان هستی؟ قرآن چی برات گفته؟ ایره به خاطر میگم که اسلام غریب شده. دین اسلام غریب است، ناشناس. دین اسلام پیش مردم عزت نداره، ارزش نداره. دین چی؟ احکامی که اسلام داره ارزش برش قائل هستیم؟ نظام حیات و زندگی را که اسلام برای ما وضع کرده واقعا سرش باورمند هستیم؟ ایره کرامت و عزت میدانیم؟ یعنی که امروز مود و فیشن و رفتار و روش و سلام و کلام ما کلش گرفته شده از غرب است. از مرده‌داری گرفته تا زنده‌داری ما را. توی ما با کدام رقم میشه؟ راستی تو نبگوی. کرته سفیده کی کشیده که عروس 10 متر دامنش دراز باشه ایره بپوشه؟ چله دادن این رسم کی است؟ گلا انداختن در گردن رسم کدام مسلمان است؟ در کدام جای اسلام ذکر شده؟ ما دین خود عزت نمیدیم. فاتحه خانه ای که امروز سرای خود تو بالا کرده رایستیم از کجا گرفته شده؟ بسته های گل در سری قبرها بردن موندن از کی گرفته شده؟ گلگون کردن مساجد از کی گرفته شده؟ در دین است؟ مزار جور کردن، گنبد جور کردن، قشنگ معماری کردن از کی گرفته شده؟ در دین است؟ اگر در دین است یک عالم بفرماید که در دین هست میگه پا پیش ما دین اهمیت داره، دین حیثیت داره، دین ما عزت داره. ما به دین خود عزتمند هستیم؟ میپنداریم خدا؟ کجا رفته رویستیم؟ نظام زندگی ما در اخلاق، در سلوک، در روش، با کدام سلوک، با کدام روش است؟ ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگیم، یعنی که سلام شب بخیر و صبح بخیر میگیم، امیالی با مجردی که ملاقات میکنیم. کجا هستیم؟ روزی معلوم و روزی کارگر و روزی فلان گفته رایستیم. عمر ما دمی تباه شد، دنبال اعمال مشرکین رفته رایستیم. اسلام پیش ما قدر داره؟ اسلام پیش ما عزت داره؟ اسلام غریب است، ناشناس، کس نمیشناسه. اعمال اسلام غریب است، از عقیده گرفته تا معاملات، احکام، نظام خانوادگی، اعمال، اخلاق، سلوک، سیاست، فرهنگ، کلش غریب و بیگانه است. کسی را دعوت میدی برش میگی قبر پرستش نکن، برش میگی مخلوق پرستش نکن، حاجت روا ندان. توحید در یک جلسه، در یک مجلس اگر بیان میکنی، مردم دعوت میدی که مشکل کشا و حاجت روا تنها الله است. و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. تکلیفی برات برسه غیر از الله سبحانه و تعالی ذاتی نیست، حدی نیست که او را دور بکنه بجز از الله سبحانه و تعالی. دعوت بده مردم بگو اعبد الله، عبادت الله را بکو. مردم بگو رکوع به الله بکو، سجده به الله بکو، قیام به الله بکو. مردم چی برات میگه؟ میگه از کجا پیدا شده؟ صالحین و اولیاء را توهین میکنه، تحقیر میکنه. نه او برادر، مخو این مردم خو کرامت قبول نداره، این مردم اولیاء را توهین میکنه. الله اکبر. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون باليوم الآخر.
وقتی که یاد الله را میکنی دلا تنگ میشه. در جلسه دستاربندی بودم، ما همیشه تلاش میکنیم که موضوع عقیده را خامخا در لابلای هر اجتماع بیان کنیم، به خاطر که نیازی مردم خیلی زیاد است، احتیاجاتی مردم خیلی زیاد است که الله را بشناسن. الله کدام ذات است؟ قرآن کریم سری کدام موضوع زیاد تمرکز کرده؟ انبیاء علیهم السلام موضوع اتفاقی و اولین موضوعی که علنا بدون ترس و هراس به کل مخلوق اول بگویه ولو که یک نفر باشه، اون موضوع توحید است. شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی، در مجلس یک دم شورش پیدا شد، صداها از هر طرف شروع شد، بس کو مولوی صاحب، بس کو مولوی صاحب، بس کو. چرا بس کو؟ به خاطر اینکه توحید بیان میکنه، دعوت به سوی یگانگی الله سبحانه و تعالی بدی. اسلام غریب نیست، توحید الله در بین مردم غریب نیست. دلسوزی میکنی سری مردم مخلوق که اینی آدم چرا در قبر نشسته است، قدر عاجزی، توقع نفع و ضرر از این قبر داره، میفهمانیشه که نه، به جای از این عاجزی به الله بکو. او ذاتی که از رگ گردن برات نزدیک است، او ذاتی که قادر علی کل شیء است، او ذاتی که علیم به کل شیء است، او ذاتی که حاجت و مشکلات تو را میدانه، او ذاتی که نیاز به اسباب ظاهری نداره، او ذاتی که بلا اسباب کمک و معونت قطعت میکنه. چی برات میگه؟ نامت چی است؟ کدام تا پسرت زده میشه؟ برو. در یک مجلس یک ریش سفید گفت که یک وقت ما کسی مرا برد پیش پیر صاحب، می آدم هستم، گفت من حتی یک سپاره هم نخوانده بودم. خب عمل کردی که مریدا قطع پیر صاحب میکرد، امی خوشم نامد، امو تو عادی رفتم. گفت مرا گفتن که چرا طور نکردی؟ گفتم که والا اینمی کارایی که شما کرده به نظر من این نادرست است. گفت پیر صاحب به مریدا گفت در اون زمان خیلی سابق گفتی وهابی است. گفت به الله قسم من نمیفهمیدم که وهابی چی است، من حتی ایرم نمیفهمیدم. دین غریب است، دین غریب است. غربت یکی از فتنه هاست. این مرحله و زمان صحابه تیر کرده، سر ما و شما آمده، دین غریب شده. اگر خوابای دروغ بگویی، اگر خوابای دروغ بگویی، بیان کنی در سری منبر بگویی که خو دیدم فلانی زیارت، خو دیدم که امی طور یک قوای کافر آمد و امی زیارت خیست و زد کلش از بین برد، کلی مردم خوش میشه، بسیار خو دیدم، مردم خوش میشه. توحید الله را بیان میکنی، مردم غمگین است، دلتنگ است. چرا؟ دین غریب است، بیان نشده، به مردم توضیح داده نشده، قرآن تفسیر نشده که مردم حقیقت دین بدانند. نه، قطش ناشناست. خلاص اگر توی گپا را گفتی خلاص هستی دیگه، تا پس سرت لگانده شده، باز انواع اتهامات سرت میکنه. تو بدعت رد میکنی و میگه خیرات قبول نداره، تو بدعت رد میکنی و میگه دعا را قبول نداره، تو شرک رد میکنی و میگه اولیاء را قبول نداره. همیگه پس در عبادات، غربت در عبادات. بیا عبادتی که ما میکنیم کدام عبادت است؟ پیش مردم بسیار غریب معلوم نمیشه. یک کمی نمازی تا طولانی تر بخوان. یک کسی پیش ما آمد، مرا گفت که مولوی صاحب وهابی را برای من معرفی کن. من گفتم یک شرط ما قطعت میمانم، باز بعد از برای تشریح میکنم وهابی را. گفت چی شرط؟ من گفتم نماز خود خواند، خیلی زود نماز خواند. من گفتم یک شرط است که تو نمازت خیلی به تأنی، به تأمل، آرام بخوانی. رکوع را که میکردی خب آرام، 5 دفعه سبحان ربی العظیم بگو، 7 دفعه. فهمیدی؟ ثوابی زیاد داره. بعد از او بالا شو، قومه را خیلی خوب درست بکو. اینی دعا آمد اگه تو یاد بگیری بخوانی. تنها سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد نیست، حمدا کثیرا طیبا یاست ملء السماوات و ملء الارض. این دعاست، این را بخوان. بعد از او باز ما گفتم هر وقت که نمازی تا باز دیدم که تو صحیح کرده، بعد از او پیش ما بیا که ما وهابیت برات معرفی کنم. مردکه خیست رفت. یک روز میا خنده میکنه، گفت والا من شناختم وهابیت. گفتم چرا؟ گفت نماز درست خواندم، یک نفر که نماز خلاص کردم مرا گفت که تو وهابی شدی. من برش گفتم که چرا؟ گفت این نماز چی رقم خواندی؟ من گفتم
ما برش گفتم که آل معنای وهابی را فهمیدی؟ اگر عمل به سنت رسول الله میکنی صلی الله علیه و سلم، نماز را درست میخوانی، مردم از بدعت منع میکنی، از شرک منع میکنی، دعوت به سوی سنت میدی، دعوت به سوی توحید الله میدی، به مردم میگی که ولا و برا از جز دین است، دوستی با مؤمنا و دشمنی با کفار از جز دین است، اسلام نواقص داره، اینی چیز شکننده اسلام است، خلاص دیگه اونمونجا تو وهابیستی. اگر میگی که یک امام پیغمبر نیست، مقام مرتبه از او به پیغمبر نمیرسه، او یک عالم بزرگ امت است، قابل احترام و قدر است، ولی سخنش دلیل نیست، خلاص دیگه بزرگترین وهابی توستی. چرا این طور گپا را میزنی؟ چرا این گپا را میگی؟ نماز است، دور نمیریم. او مثالی که همیشه با چشم سر میبینیم، نماز غریب نیست فعلا در امت. خفتن و سوبکی را در مساجد ببینه که چقدر نماز غریب شده. محله مسجد پرسان که مربوطش چند خانه است، 1000 خانه. در یک جای ما رفتم در مسجد سوبکی بسیار نفرای خیلی محدود آمده بود. سوال کردم از مولوی صاحب که مولوی صاحب چقدر مقتدیات است؟ گفت مربوط اینی مسجد 1000 خانه است. 1000 خانه. در روز جمعه این مسجدی برنده اینجا کلش پر میشه. نفر آمدگی نه، نفر خودیمی شهرک امین جاست. اما در نماز صبح یک صف در یک مسجد خرد تکمیل نشده بود. غریب نیست؟ کی میخوانه اون نمازه؟ 2-3-4 دانه ریش سفید غریب نشده؟ میخوانه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. میایا پشت سر گذاشتن این صحابه، این سلف، این مردمای سابق پشت سر خود این طور مردمایی را که نماز ضایع کردن، نماز ضایع کردن. الله اکبر. در سلف ما شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی که شاگرد میرفت پیش استاد درس حدیث میخوان، محدث بود، درس حدیث میداد، اول میدید که دواش نمازش چه رقم است. وقتی که نمازش یک کمی رعایت کرده می بود زانو میزد حدیث میخوان، که وقتی در نماز یک کمی جلتی و توبالا میکرد ترک میکرد، حدیث پیشش نمیخوند. گفتی نماز الله را ضایع میکنه، دیگه چیزا را هم ضایع میکنه. ما کجاستیم؟ ما کجاستیم؟ الله اکبر. امام زهیری رحمه الله میفرماید، شاگرد انس رضی الله عنه تابعی جلیل القدر، گفت دخلت على انس بن مالک رضی الله عنه بدمشق. در سوریه رفت. انس در مدینه منوره اعلان کرد، کسی مدینه را اعلان نمیکنه، از جهت اعلان کرد که حالت دید حجاج ابن یوسف در نماز تاخیر میکرد. پیش مروان ابن عبدالملک امی انس رضی الله عنه شکایت حجاج کرد. او میگه که من داخل شدم سری انس ابن مالک رضی الله عنه و هو یبکی، در حالی که او گریان میکرد. فقلت له ما یبکیک یا ابو حمزه. کنیه انس رضی الله عنه ابو حمزه است. ابو حمزه چرا چی چیز تو را در گریان آورده؟ او گفت که مرا در گریان چی آورده؟ کدام چیزا مرا در گریان آورده؟ گفت ما ادرکت شیئا، من نیافتم یک چیزی را. از کدام وقت؟ مما کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از او چیزایی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، الا هذه الصلاه، مگر اینمی نماز یافتیم. دیگه چیزا که در او زمان بوده به چشم سر دیده نمیشه، یک نماز است. لیکن و هذه الصلاه قد ضیعت، لیکن این نماز ضایع شده. مسلم رحمه الله روایت میکنه چی رقم ضایع شده؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. کسایی که از نماز خود غافل است. غفلت از نماز به نخواندن است که نمیخوانی. چند نماز ما شما تکمیل پورا میکنیم؟ نماز میخوانه لیکن وقتش تاخیر میکنه. نماز دیگر در افغانستان در وقتی خوانده میشه که آفتاب در زردی رسیده میباشه، خیلی وقت کم باقی میمانه. ام سروه رضی الله عنها همشیره پدری در پدرقتی
ابی بکر رضی الله عنه است. او می فرماید سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر علیه السلام سوال کردم ای الاعمال احب الى الله. در یک روایت احب الاعمال الى الله، ما احب الاعمال الى الله، چیست محبوب ترین عمل به نزد الله سبحانه و تعالی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقال، پیغمبر علیه السلام گفت که احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. در یک روایت الصلاة فی اول وقتها، نماز در اول وقتش است. بجز از نماز پیشین و خفتن، در تابستان که پیشین گرمی زیاد باشه پسان کردن نماز مستحب است. خفتن پسان کردنش مستحب است که مردم در او وقت نان میخورد و تا که جمع میشدن ساعتا نبود که این تیم پوره شده بریم، ولی خود ساعتا وجود داره. هر کس نان خود میخورد بعد از او می آمد، پس از او جماعت قائم میشد. از همون خاطر در یک حدیث میاد که پیغمبر علیه السلام وقتی که مردم اذا اسرعوا، وقتی که جلتی میکردن زود می آمدن نماز پیش میخوان، وقتی که پسان می آمدن نماز پسان میخوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در دیگه کلی نمازا تعجیل یا در اول وقت خواندن این فضیلت خیلی زیاد داره. نماز دیگر خوانده میشد، صحابی میگه شطور ذبح میشد، 10 تقسیم میشد، 10 قسمت میشد، تقسیمات میشد، پخته میشد، گوشتش خورده میشد. بعد از اون ما میرفتیم در او قریه هایی که دور بود از خود مرکز مدینه، لیکن بازم آفتاب سفید می بود، یعنی خیلی بالا می بود. امروز ناشنا نیست. هر روز که اینجا یک نفر جدید در مسجد ما میاد که ما نماز بخوانیم، کدام نه نماز خوانده شما پیشین؟ نه دیگر است. چی میگی تو؟ در کل عمر این مردم دیگر در وقتی خوانده که افتاو در نوکی کوی پغمان در حالت غروب است. آنی نماز خواندن دیگر بری از یاد این وقتی اول چی معلوم میشه؟ ناشنا معلوم میشه. ناشنا معلوم میشه. غریب است. نماز شام آذان خوانده شود. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میگه بین کل آذانین صلاتون، در بین هر دو آذان مراد یک آذان اقامت است، در بین آذان اقامت نماز است. بعضی نمازها خود سنت رواتب داره، مؤکد داره که ما شما میخوانیم. نماز صبح، پیشین، شام، خفتن بعد از خفتن بعد از نماز است، یعنی صبح. اما بعضی نمازها پیش از نماز فرض دیگر نماز نداره، سنت رواتب یا مؤکد نداره. نماز شام آذان که داده شود لا اقل غیر از او اگر کسی نمازم نخوانه اینقدر فرصت داده شود که یک آدم بعد از شنیدن آذان وضو بتانه و در جماعت شریک شده بتانه. متصل قطعا نامده، وقت داده شود. در عربستان سعودی وقتی که آذان شام داده میشه بجز از مؤذن در مسجد یک نفر دیگه دیده نمیشه. پس از اینکه آذان خلاص میشه باز میبینی که از خانه ها مردم آمده رویست 15 دقیقه فکس وقت تیر میشه، بعد از او اقامه جماعت میشه. صحابه میفرماید که ما وقتی آذان شام داده میشد مردم 2 رکعت نفل میخوان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده که نماز خوانده شود لیکن اختیاری. گفت وقتی که آدمی غریب مسافر داخل میشد فکر میکرد که نماز شام خوانده شده، از دستی که زیاد خوانده میشد. یعنی صحابه هر کدام نماز 2 رکعت نفل میخواندن. یبتدرون السواریه، خود در دیوالا نزدیک میکرد، در ستره نزدیک میکرد. ما کلان مردم هستیم بیایم اونجا در صف پشتی سر استاد بشیم. سنت نوافل هر وقت که نماز میخواندی به دیوال، به یک ستره، به یک چیز خود نزدیک کن. امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در این حکمت بزرگ است. اما با پیش مردم این نماز کدام نماز است؟ غریب و ناشناست. نماز جمعه تان ناشنا نیست. با مجردی که میایم کسانی که امروز شما جدید می از پیشتان سوال نمیکنن اینجا خو سنت خوانده نشد، اینجا خو یک خطبه است. ناشنا نیست. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 خطبه خوانده؟ آیا پیغمبر علیه السلام به نام سنت جمعه کدام چیزی را خوانده؟ هست و وجود داره؟ دین غریب است، حتی نماز غریب است. در وقتش خوانده نمیشه، رعایت ارکان و شرایطش نمیشه. با کدام نحوه که نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوانده و بعد از او سلف نماز خوانده، به موشی و نماز خواندن
ها الله اکبر. امروز یک جای مطالعه میکردم، ابوالعالیه رحمه الله، ابوالعالیه مفسر بزرگ بعد از ابن عباس رضی الله عنهما، مفسر بزرگ است، بعد از سعید ابن جبیر است، محدث بزرگ است، خودش غلام بوده، غلام. الله سبحانه و تعالی توسط علم به کدام موقف رسانده. هر عالم حق الله سبحانه و تعالی امتحانش میکنه. گاهی امتحان در وجودش میباشه، گاهی در اولادش میباشه، گاهی در امور دیگری میباشه، در دینش میباشه. الله سبحانه و تعالی را امتحان کرده در وجودش. امین مرضی که سرطان برش میگه، یا نمازی که گوشت خورک برش میگه که گوشتا خورده میشه، سرایت میکنه به اعضای دیگه، مبتلا به این مرض شده بود. دکتر آمد معاینه کرد، برش گفت که اینی طور مرض است. گفت اگر این عضو قطع نکنیم این سرایت به وجود دیگه میکنه. یک وقت دکتر رفت، مواد نشه‌ای در اون وقتا این پیچکاری ها وجود نداشت، نشه میدادن مثل که اینمی چیزای مخدره، مواد مخدره نشه میدادن که اون نفهمه و بعد از اون امی پیچکاری هایم که نشه میکنه اکثر شاید این مواد داشت باشه. و آمد برش گفت که اینی را مجبور استی از جهت ضرورت بری تو را واسطه که تو باز تکلیف میبینی خیلی زیاد، من این را قطع میکنم عضویته. او میگه نه این کار را نمیکنم. یا قاری را طلب کنه، قاری را طلب کرد، گفت بخوان تلاوت قرآن کریم شروع کن. زمانی که قرآن کریم تلاوت میشه، یک وقت خودش گفته بود که وقتی چشمای ما طرف آسمان طرف بالا شروع کرد و حالتم تغییر کرد، بعد از دکتر گفت کاری تا شروع کن. عضوش قطع میشه، یک وقت به هوش میبینه عضو قطع است. برش گفت که درد برات نرسید؟ گفت نه، من در فکر دیگه بودم، در محبت دیگه چیز بودم. اون نماز بود. به الله قسم برای سلف از نماز که محبوب ترین چیز دیگه نبود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جعلت قرة عینی فی الصلاة که میگه هر قدر تکلیف و سختی را بیرون میدید می آمد 2 رکعت نماز میخواند. یخی چشمش، سردی چشمش در نماز بود. در حدیث میگه اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، وقتی که پیش میشد برای پیغمبر اسلام یک امر خیلی مشکل و دشوار، دستی مسارعت و جلتی میکرد به سوی نماز. در نماز لذت پیدا کرده بود. نماز ما لذت داره. بسیار دوستا را سوال بکن که نماز ختم شد بگو کدام سورت خواندی؟ شما باور بالله بکنید یادش نیست که من کدام سورت خواندم. در جماعت استاد است، در این نماز جمعه برو پرسان کو که مولا امام کدام سورت خواند؟ گفت فکرم نبود. فکر دیگه طرف است، گپ دیگه طرف است. خیر، آلی نماز غریب نشده؟ حالت شکر الله را میکشه. وقتی اینجا جوان میبینی که بسیار به ترتیب، بسیار به آرامی، به سکون، به اطمینان استاد میشه، میبینی شما الحمدلله، همه ایتان میبینی جوان است، قوتهای وجودش او را نمیگذارد در مسجدی قدر انتظار بکنه، بعد انتظار کرکٹ داشته باشه، انتظار میدان کلپ داشته باشه، انتظار سیاحت و تفریح داشته باشه. اما او اینجا در عبادت الله با وجه احسن استاد میشه، به کمال اطمینان نماز میخوانه. نعمت عظیم الله سبحانه و تعالی است. شکر الله را باید بکشیم که عقیده جور شوه، ساخته شوه. اونجا از امو خاطر برای مردم چی میگه؟ بیرون که برای مردم براتان میگه این چی رخوان؟ تراویح بود یا نماز؟ این چی رقمی سجده بود؟ این چی رقمی رکوع بود؟ نماز غریب شده یا نشده؟ غریب است، ناشناس. چرا؟ به خاطر ازی که بیان نشده، تعلیم داده نشده، تشریح داده نشده به مردم که نماز چی حیثیت داره، نماز برای چی خوانده میشه، نماز برای کدام مصلحت دنیاست. اگرچه یک حکم الله سبحانه و تعالی خالی از مصالح نیست، از فواید نیست، اما عبادت الله برای مصالح خوانده نمیشه، برای طاعت الله و به محبت امر الله خوانده میشه که تو قطش محبت داری. یک کسی را که قطش دوستی تست محبت قطش داری، راستی تا بگو تا 2 بجه را در خو نمیمانی، میگه نه امشب باید امیر رقم بشینیم، من خوش هستم که مجلس طولانی شوه. اگر با الله سبحانه و تعالی، با کی؟ با ذاتی که خالق توست، با کی؟ با ذاتی که همه امور تو به اینمی قسم هایداست،
با ذاتی که همه کمالات بر تو داده، با ذاتی که پس به او راجع میشی، با او ذات وقتی مکالمه قایم میشه، گفتگویت قایم میشه، چطور دل آدم بخواه که قطع بکنه؟ چرا دراز نکنه؟ چرا تمدید نکنه؟ وقتی که حالات سلف به امرای نماز مطالعه میکنیم تعجب میکنه انسان. الله اکبر. حذیفه رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشت سرش استاد شد در نماز شب، 2 رکعت نفل خواند، سوره بقره خلاص شد. هر لحظه فکر میکردم که آلی پیغمبر علیه السلام رکوع میکنه، آلی سوره بقره خلاص شد، به ترتیب خواند، سوره نساء اول خواند، خلاص شد، آل عمران شروع کرد. الله اکبر. 3 سوره را تکمیل ده 1 رکعت خونده. 3 سوره. او چرا خبر داره؟ چرا خسته نمیشد؟ او مناجات و مکالمه با کی میکرد؟ با الله سبحانه و تعالی میکرد. دین غریب است، عبادت غریب است، اخلاق غریب است، آداب غریب است در اسلام. امروز اخلاق اسلامی بکو به مردم غریب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در تلفن اول بگو، بسیار ناشناس به مردم. هلو خیلی زیاد، هلو مسلمان هستیم، هلو چی مانا؟ اولین کلمه که تو میگی بعد کی بگوی؟ غریب است. السلام علیکم و رحمت الله بگوی، غریب است بسیار. پورا کی کنی که و رحمت الله و برکاته بگوی، به مردم بسیار غریب است. هر چیز غریب شده. غربت فتنه است. از او خاطر ما سنجش داشته باشیم، خوشحالی داشته باشیم وقتی که امی اموری غریبه انجام میدیم. فتوبا للغربا. پیغمبر علیه السلام برات دعا میکنه، مژده میده برات، اگر تو این میتون امری غریبه انجام میدی و واقعا حقش ادا میکنی، خوشی را بسیار خوش شو. از الله ثبات و پایداری را طلب بکن. الحمدلله. کل نعمتای الله بسیار نعمتای بزرگ است. از نعمت هدایت واری نعمت واقعا دیگه پیدا نمیشه. زمانی که ما و شما دیدیم خدا که نماز ما درست است، عمل به سنت پیغمبر ولو 1 سنت باشه، الله توفیق میده، نصیب میکنه. سورت کهف خوندی، در این روز جمعه درودار از زیاد خوانده تانستی، الحمدلله. در این روز جمعه موقع سوال درخواست از الله سبحانه و تعالی بعد از نماز دیگر تا شام برات میسر شد. در این روز جمعه مسواک زدی، عطر زدی، کالا پوشیدی، غسل کردی. الله اکبر. شکری الله را بکش. الله برات اراده خیر کرده، الله برات اراده خوشی را برات کرده. از او خاطر ما واقعا نه تنها در هر مسجد اگر یک فرد یک شخص میبینم که نماز درست انجام میدم، شکر الله را میکشم که الحمدلله. الله برش زیاد کن، الله برش توفیق زیاد نصیب بکن. در مسجد خود اگر همی قسم میبینیم، دیگه شکی نیست که انسان کلان میشه، دیگه هم قلب انسان خوشحال میشه، چشم انسان سرد میشه. الحمدلله. دی دور پر فتنه، دی دیاری که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی فاصله داریم، از علم رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی فاصله ها داریم، ولی بازم یک بچه که او مدرسه نخونده لیکن اینجا از کجا در موتورسیکل و در بایسیکل در جماعت میره، از کجا حرکت میکنه. قلب انسان برش دعا میخواه. قلب انسان کوشش بکنیم ببینیم اولاد خدا، برادر خدا، همسایه خدا چه قسم برابر کنیم، چه قسم توصیه برش بکنیم. چرا اسلام غریب است. در اموری غریب اگر تو دست زدی ثابت به دین باشه، بسیار خوشحال شو که تو عمل میکنی. از او خاطر برای ما و شما بسیار جای خوشحالی است که در اموری غریب دست انداختیم. نماز ما غریب است از دیگران، مرده ما غریب است از دیگران، توی ما غریب است از دیگران، اخلاق ما غریب است از دیگران، سلام و کلام ما غریب است از دیگران، ماندن باشی ما غریب است از دیگران، میوان نمازی ما غریب است از دیگران. ولی موافقی کی؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این وقت مو وقت آمده. الله توفیق نصیب بکنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو